گاو چند میه بره؟ 85,000. 85,000. نه مقبس چیزی بس شیریخ 50 رو هستن. ما این حالی میخوریم برای شما میگم که چی مزه برای نه دیگه نه 48 امی از ما شد فهمیدی امیر سلام علیکم بیادرها، خوب هستین؟ جانتان جور است، بخیر هستین؟ آمدیم به مال بازار سمنگان. این نرخ نوای مال سعی کنیم که چند شده، قیمت ها چند است. در سر عید قربان است، کلگی آمده برای عید قربانی خریدن. دیگه ما میریم که وطندارا سعی بکنیم که مال قیمت است، ارزان است، گاو چند است، گوسفند چند است، بز چند است، کلش معلومات میتیم برای شما. این گاو است که گاو شاید که یک 50-60 هزار قیمتش باشه. بیاین دیگه. سلام علیکم. و علیکم السلام. خوب هستی؟ بخیر هستی جان جور؟ آرام بارامی؟ شما دیجا اول معرفی کنید خود برای. نام عبدالحبیب است از ولایت سمنگان. اینجا شما مال میفروشین یا میخرین؟ چه رقم هستین؟ اینجا دو جانگاه بود تورده با خاطر قربانی سودا کنیم. چند است قیمت؟ نرخ نوا ارزان است؟ قیمت است چه رقم است؟ والا مناسب است جانگاه اگر چاق و فردی و بطاب باشه قیمت بالاتر است. ها لاغرش اگر ضعیف. گوسفند باز چند است؟ گوسفند است 15,000 و 20,000 و 10,000 و 8,000 یا پیدا میشن؟ شتکه 8,000 و 10,000 انتریا چاریبوس 15,000 و 14,000 و 13,000 نفت تا نرخ افریه. نظر در مال است نظر به مال است. آها بخیر کاکا. آنه بخیر. دانه که جور است؟ این سودا نمیکنی؟ سودا میکنم. چند هستن؟ قیمت از 7,500. 7,500 چند ساله هستی؟ نه یک پالون دیگه داره. چند ساله هستی؟ 5 سال است. 5 سال هستن. با جرامت داره ای؟ بله. چند است آخرش؟ نه یک 5,000 6,000. 5,000 این قدر میشه. این هم فروشی است. چند میتی خودت؟ 8,000 یک ذره بطاب معلوم میشه نه؟ او پره است. ها؟ بله. ها بیخی خوبش. این چند آخرش؟ 7,000. ولی را نمیفروشین میبرین پس؟ سودا نشد دیگه. امروز عید بازار است دیگه. ها؟ مردم گوسفند میخرن خاطر قربانی است دیگه. ها. بعد عید با مردم میگیرن. میگیرن؟ برای کسب بار مال میگیرن. زنده باشین بخیر باشین. نوا خوب است دیگه. یارا چی میگن مرکب میگن؟ مرکب هم خوب است. خوب بزای است. خوب چند گوسفند چند از رفیق؟ نامش هم اینی میدی کوچ است. کوچ است؟ ها این با قربانی نمیشه؟ میشه. و چند است قیمتش؟ 24,000. 24,000 ها مال قیمت نیست؟ قیمت از فاید قربان است. عید قربان قیمت شده این قربان است. و 24 که گفتی چند راضی میشی؟ ها این 23 22 22 در 20 نمیرسن؟ نمیصرفه با؟ نه 20 ما 23,000 خود ما خرید. خب میخرن مردم؟ میخرن خوب است. ساده مردم خوب است میتونه خرید؟ نه بعضیا زورش میکشه بعضیا نمیکشه. کاروبار نیست بعضیا مال ضعیفتر میخره بعضی خوبتر میخرن. گاو ارزان است به نظر یا مال؟ نه گاو ارزان است. گاو ارزان تر است. بخیر باشید. بخیر باشید. بیا بچه بیا پیش بریم ببینیم که چی گپ است. دایی کوی بیادرها اینی نگار آوردن برای فروش پولش برای قربانی است. میگه مردم قدر اقتصادش خوب نیست خرید و فروش و صحیح نیست. بسیاری از این که میاین و پس میرن. یک روز دیگه مانده به این سوم مال بازار است. یه روزی اول ایدم میباشن یا؟ روز اول ایدم هستن. یا 2 روز دیگه مانده که سودا میشه دیگه. بیا پیش بریم ببینیم. این گپ بزنه ایده. دانه جور است. این بودی رو دانه چند میتی؟
سیر پیش سیرش سه دانش سیر دانی شهر بدن با میخرن در کجا میبری با چند ساله هستی تو 11 نام خدا تو چند ساله هستی چی؟ از 2 سال کنم با مکتب میرین صرف چند هستی باشه دو ها ها ولی مکتب ها رخصت است ها حالا این جور کردین جور کردی تو هم جور کردی جور نکردی با خیر باش نه می چند از قیمتش 19000 19000 چاقا بطاق است نه بابای گفته بیاره چند از هم آخرش که بفروشی باش ببینیم یک دور بزنیم مرد میکنیم اخسایز بیادر اون رو دیدی که اونو گوسپند میتا در خانه 19-18 میتا دیگه 18000 پیش چند میتی؟ بای بوزینه جلاب نیستم 13000 13000 14 15 نمیبینم نه جای مملکت روی دو بمونه خوب جلاب نیست چند اما بفروشی که نفر دیگه آخری گیر چند است چند میتی 12200 جای مملکت 12200 نفر کار ندادم 12200 ندادی نه اونو را میتا 18000 اونو شیشه کنم یک گام دیگه هم خرید چند خرید من جلاب نیستم جلاب خوب این دیگه هم راست دیگه از منطقه تربیت شدگی پیش خودت است دیگه نه آورده بود من جای مملکت ها مزار نمیفهم چند است میریم یک چکر باز مال بازار مزار هم بوجرم از سیر بکنیم اینجا خب واقعا که نرخ نوار بعد قیمت تر است دیگه نظر در اقتصاد مردم قیمت است بیادر مال زیاد است مردم هم زیاد است دیگه یک ذره نرخ بسیار بلند است دیگه از اول مردم پرسان کردیم میگن که قیمت است مال دیگه یک دیدین که از مردم پرسان کردیم از 10000 و 15000 و 20000 کم نیست از اینجا ما سفر داریم میریم به طرف مزار شریف درا ببینیم اگر که کدام چیزی پیدا شد اگر نشد مال بازار مزار میریم بخیر از اونجا باز پرسان میکنیم با ما باشیم نرخ بسیار بالا است مردم هم غریب است متاسفانه که پیسه زیاد نیست که مردم هم 10 و 15 و 20 بگه مرا نام خدای تکه است این تکه است نه او بچه این تکه چند است چه خوب یک تکه داری نام خدا این تکه چند است ها 12500 این 14500 این 12500 این وقت پیر است از او خاطر نه سعی کو بچه اونو چوری است نه صحیح راست میگم چوری است چوری است این رو با صلاحیت داری که نقشه کم پایین کنی چند میخرین خیلی چی رقم دیگه آمدیم پرسان میکنیم 200 شکن در 2 ساعت دیگه ما که تو جنجال نمیکنیم 12 گفتی ره 12 و نیم خب 10000 نمیشه ها اینو دیدی که بدر 10000 هم کردیم این میره نداد برای ما یکی بریم آمدیم که نرخ نوای گاو پرسان کنیم از بزرگ گوسپند فهمیدین نرخ نوای گاو هم پرسان میکنیم برای شما باز همراه یگان تا صحبت هم می‌داشته باشیم همین گاو چند میبره 85000 میره میتن 85000 میره میتونه 7 نفر در شریک شوه خوب است خوب نام خدا بتاب است این گاو چند می این در نظر دیره 85 گفت 60000 بیا کاکا مانده نباشید چه حال دارید جانتان جان سلام علیکم جور هستید مانده نباشید جانتان جور است بخیر است دوست بیادر کاکا خوب هستی جان جور است بخیر هستی نام شما
حاجی مامونیا. حاجی محمد الله خودتان اینجا مال میفروشین یا میخرین؟ هم میخرم هم میفروشم. خب اینجا کار میکنین دیگه. بله. چطور است نرخ نوا چطور است مردم میتونه خریده نمیتونه؟ نه در ایده یک مال یک 5 روپیه بالا و پایین فرق داره. بسیار خوب بسیار خوب. مردم میخرن با شاخ میخرن. بله با شاخ میخرن. خب دیده ایرم پولشو میخرن. مال خوب میخرن. خیلی بینید زنده باشید. آقا باشه جور باشه. خانه دم اینجاست دیگه. خانه فقط از خود شهر است. میبخشی چند سال داری؟ ما بله. سال سال خراب شده که 80 مگم باور کنم از او خاطر پسان کردم که تکره معلوم میشی. یه تکره رو عرضه امید دارم. از دربارش امید دارم. مانده نباشی کاکا. چی حال داری جانک جور بخیر نام تا بگو بیاد. عبدالمجید. عبدالمجید جان خودت هم اینجا مال میفروشی؟ بله. تو چی میفروشی؟ گوسفند است گاو است کدامش است؟ اینی گوساله؟ بیا که میره بخریم از پیش تو. بخریم چند است میره؟ همون 65000. او با امی آخرش کی را بفروشی چند میدی؟ همون خدا 60 ندادیم. 60 ندادی. 60 نداده بیادر اینو. چقدر گوشت میکنه؟ شاید اگر 23 18 23 18 سر. خب خانه آباد بیادر خوش شد. تشکر بریم بیادر زور ما نکشید. اینی را میتا 65 والا نام خدا خوب هم تو. ایره چند میتی؟ ایره 75000. 75000. بله. جرامت داره دیگه. جرامت داره. اوه نام خدا خوب مستم معلوم میشه. نه بسیار مست است. ها؟ 3 سال است. 3 سال ها؟ 3 سال است. خب ایره که آخرش که بگویی مردم بیا بخره چند میکنه؟ آخرش دما غریبی کنه. ما ایره خریدیم. ما هم دو میتونم. چند خریدی امیره؟ امیره 64000 خریدیم. 64000 خریدی؟ نه. 65 میگی؟ ایره 75 گفتیم. 75 بله. که 70 هم گیرید بیا. نه برابریست دیگه. برابریست. چه اگه خریدار آمد قیمت نیست به نظرتان مال قیمت است. قیمت است نه؟ قیمت است بله. ما پرسان کردیم اندک مال پای میکنی از 10000 کم نمیگن گوسفند بالا را. گوسفند 20000 25000 و آخرش 15000 از کم نمیکنه. بیکاری مردم پیسه از کجا کنن؟ والا چطور کنم مجبور است دیگه. مجبوری است نه؟ مجبور است. یعنی زورش کشیده که میگیره قربانی میکنه زورش نکشیده که نمیکنه. والا کلی شوق داره قربانی کنه. به نام خدا است دیگه. باور کن به نام خدا است. یا شما خیر بده شما را خوشحال شدم. خیر بده. تشکر دارم. بیا پیش بریم اما تو سیر بکنیم که دیگه وطندارای ما چطورست. اینجا گوای شیری هم هست گوایی است که مردم برای نگهداشت میخرن که ببرن از او شیر بگیرن و ماس بگیرن و تربیه کننش. بریم سعی کنیم که اگه گوی شیری چند است. چی میگه؟ اینمی کدام چیزی میگه او بچه؟ اینمی کدام چیزی میگه؟ این گاو شیری است. دیگه گاو شیری چقدر میتن اینجا؟ کدام امیره؟ گاو زراعتی است؟ امی گاو چند کدی بیارک؟ امی گاو که بیا که بابا شده ما که یعنی به ناصری می آکه امیره چند کدی مونده نباشه اول 65000 جور باشه 65000 ها ماما این چه رقم است که جرامتش با آخرش جرامتش ما پای کنیم ما خریدار هستیم حالا ما 50 میگیم میتی والا 50000 خود در ارزشش میدیم چرا ببریم ماما شما که جفت نیست یک گاو زنده باشی بخیر باشی چند سال نه این 3 سال زایده ما 3 ساله جوان است دندان صدف فروش باز چه شیری گاو است ذاتش داره شیرش خوب است زیاد میته کم میته تا شیری میخرین ماما شیری نگاه داشت نگاه داشت میخرین فعلا ماما جان دو وقت اونجا یک وقت ما بیته دو تا شیری میته خب میگی گواهی از جافت من اینو آوردم ما گفتم اگه شد سودا میکنم نرخ سعی نشد پس میبرم در نگاه داشت میپرم کشیر میتم میتونست که خب بسیار خوب والا قیمت از ما نمیصرفه یک ذره تشکر باشید سلامت باشید یعنی گاوا دیدن که در خانه 65 گفت شاید در 60 بده مانده نباشی کاکا چی حال داری؟ جان جور است؟ چی میفروشی که مال میخری چه رقم است؟ گاو میخریم گوساله میخریم میفروشین خب کار میکنین بله چطور نرخ‌ها به حساب شکر است از مردم اقتصادش خوب است میتونه خرید شکر است چیزی که در روزشان است میگیرن چیزی بیشک
حالا ما دیدم نرخ‌ها یک ذره بلند است. نه الهی شکر هزار بار شکر. خوب است. میگه میادم 65 گفتم میارزن. بله چرا نمیاد؟ میارزن ها؟ یعنی که شما میگن میارزه دیگه. میگن که این ارزش نرخ نوا خوبش هست. خیلی خوب بسیار خوب است خداوند شکر. زنده باشید. عزت باش. 12,500 میره خریده وطن دار. سعی کو به نظر من قیمت مال قیمت است یک ذره نیست. نه؟ نظر دایی پیسه نیست بدر در جیب و قربانی هم یک چیزی است که شوق آدم است دیگه که نکنی ابد میشه. زنده باشید زنده باشید. بیاین که بریم بخیر قماندان صاحب اینجا منتظر است دیگه میریم از شهر مزار شریف مال بازار اوجم میریم یک برنامه می داشته باشیم با شما. فعلا دیگه با ما باشین بریم ببینیم که در راه و چاه اگر کدام مال بازار دیدیم اوجم میریم. فعلا به نظر من نرخ‌ها یک ذره زیاد است چون که مردم بیکار هستند و کار ندارن. سخت است 10,000 سخت است پایین هم 65 قدرش. دیگه توکل به خدا بازم دیگه خوب است. این آدم هم میگه که نرخ قیمت است. بیا بچه تو چی داری دوجا بخریم پیش. سعی کنیم بیا اگه اگاو بته ما رو بخوریم. چند ساله هستی تو بچیم؟ 12 ساله بود. یک تو بچیش یخ شبتی و یخ نیست. خب مکتب هم میری یا تنها همی کار میکنی؟ مکتب هم میری. خانه تان هم اینجاست؟ ما خدا مرد اصل مرد تو هستی یا بچه میفهمی؟ صنف چند هستی؟ صنف 6 است. صنف 6؟ خب چند نمره هستی؟ لایق هستی؟ 3 نمره است. 3 نمره؟ با بچه یک دیگه هم با خاطر ازی بده که 3 نمره است ای بچه. این نام خدا در این گرمی کار میکنه دیگه میکنه. اگر این دیگه این بچه کم دیدن که در این سال کار میکنه آوش هم فهمیدی پرکدگی است. خورد جان ما میگه او همین تو کدم باز شد خیر باشه هیچ گمی نداره در این بچه فهمیدی؟ دیگه بریم که آقای صاحب منتظر است. باز در برنامه او طرف ها که رفتیم یکان پروگرام های دیگه در شهر مزار شریف تعیین میکنیم. بخیر. سلام علیکم بیادر خوب هستین جونتون جور بخیر. برآمدیم از مال بازار بریم به طرف مزار شریف بخیر. ببینیم که در مزار شریف نرخ و نوا چطور است. اینجا خب به نظر ما یک ذره قیمتی بود. یک روز هم به عید قربان مانده. یک روز به عید قربان مانده. دیگه مردم هم زیاد بود بخیر بیروبار و جمع جور زیاد بود. ببینیم که در مزار شریف کدام مال خریده میتونیم یا نه. ما خودیم هم یک دانه دو دانه گاو میخریم بخیر که باز میبینیم که در چند پیدا میکنیم شما را هم در جریان میگذاریم. این شهر سمنگان است دیگه. شهرش نیست کوچای فرعی است. شهرش این منطقه چوک سمنگان است. حالا شادم ما که تا شوی امرای کلگی مردم گپ بزنی پرسان کنی که یا چطور است زندگی مردم در اینجا، کار و بار است نیست، مصروفیت مردم در چی است، از چی طریق کار و بار خدا روزگار خدا پیش میبرن. یا واقعا مردم سمنگان مردم بسیار میمان دوست، مردم خوشرویه هستند. که ما خیلی با شانی واز صحبت کردن. باز یکان برنامه دیگه می داشته باشیم، بیاییم اینجا غذاهای مشهورش به تصویر بکشیم که مردم زیادتر گپ بزنیم از جاهای دیدنی سمنگان، بریم تخت رستم و بریم ببینیم. کلش باز در برنامه بعدی با شما شریک می سازیم. دیگه باز عید میشه و باز دکانام قلف می باشه. ما یک ذره بریم که مزار ناوقت نشه، با خاطر قربانی ما هم نخریدیم تا باید یکان چیزی بخریم، یکان گو دیگه. از او خاطر نمیشه حالی ما در اینجا تا شاییم باز کتی مردم صحبت بکنیم، همونطور یکان تصویرهای برای شما می داشته باشیم.
مزار شریف بریم قربانی را بخریم. در راه یگان شیر یخ میخوریم، یگان جای استاد میکنیم. باز با ما باشیم. سلام علیکم دوستا عزیز. ما آمدیم که یک شیر یخ خوری کنیم نمیجا. ببینیم که شیر یخ دانه چند است. سابقه دارم همی هست همیجا هستن. 35 سال است. نه 35 سال میشه. والا اینجا یک شیر یخ خوردیم. هر دفعه که تیر شدیم ما آمدیم این شیر یخ خوردیم. دستتان درد میکنم. شما از این میندازی از او؟ نه از او این گرم است و یخ است. یکی است. یکی است. این یخ است گرم است. مردم می استاد میکنن دیگه. شب و روز است شما. شب و روز است. شب و روز نمیجن. از تو یخ مردم گرم. مزادار شپر. آره شب قیمت. درس میکنم. میشه. شده کنیم. اما میتونم. هم کباس. بس. شیر یخ 50 روپیه است. دیگه این قیماقش است. دیگه از باش ما بخورم سعی کنم برای شما بگم که چی مزه داره. مردم اینم از کابل میاد اینجا. واقعا مزه داره. جایتون خالی از طرف شما میاد. ماندن باشه خوب است بخیر سلام جان جان نشناختم. خربوزای نو نامده آمده. ماندن تو یک خربوزه میتیم که بی تاریخ یاد کنه. والا بشه. ما علی بخوریم یک تا معلوم میشه بریم. بین. دیگه استاد آمده خربوزه دیگه خربوزه. دمی بسته تا چرخان. خواه. همین مال انتیک نبود، شیرین نبود. خواه. نزدیک است. خواه؟ یکم. سری پالیز بریم ما پالیز. علی راست دیرست که اومدیم پری روز تو نبودی نه؟ ما بودیم. بودم میبینیم خودش خربزه رو کش بریم ما. واقعا که آدمی بسیار خوش اخلاق من که خانه چقدر خوب است. خوب است. آره. آخرش 200 چه دیگه ها؟ ارزان. نه ارزان است. این تو خربزه از 20 روپیه گرفته تا 500 روپیه خربزه. در پم خربزه سودا میشه. همین روز هم سودا ما سودا میکنیم 50 روپیه ما 100 روپیه ما سر رقم است. اینو دونه چند است یا؟ دونه. یکی از 140. اینا به نام چی یاد میشه؟ خربزه تاسوغان. بگیر. در درس او شیر تر اول دیدن. نقل من نفر خربزه. بگیر بچه. ما این حالی میخوریم برای شما میگم که چی مزه داره. ولی کاسه چی را وزیر کنم. تمام میگم. بس یاره مزه داره واقعا. جای دوستا خالی مزه دارش نیست. حالی چه این بیزا بسیار شیرین است. واقعا خوبش است. متاسفانه که ما شکر داریم. چاق کنیم. نه. برو با من سیزن همین رقم پخته خربزه نامده بود یعنی یادی. یک زرنجش دواره با ما بخار نیست. خیلی بودیم. واقعا کمت نکنم.
نمینا یه دیگه دیگر دوستا. بودن یه خربزه خوب شیرین است. یک داری که در همین وقت همین برگه این رقم سلام علیکم وطندارا، خوب هستین؟ جانتان جور آمدیم به شهر مزار شریف. چهارراهی امارت شده نو دیگه میریم سعی میکنیم که در اینجا نرخ چند است. ما پیشتر سمنگان رفته بودیم، در سمنگان یک ذره نرخ و نوا قیمت بود به حساب مالا. اینجا میریم میبینیم که نرخ چطور است. اگر نرخ ها خوب بود یک دانه دو دانه گاو ما خریداری میکنیم. یعنی بیادر ما در کامرا علاقه داره چه بالا مانده نباشه. جور هستین بخیر هستین صحتتون جور هستن. مال بازار امروز آمده اینجا؟ دونه روز آمده. دونه روز آمده بود. خب صبح عید است میگن. صبح ما چیم عربستان خو امروز عرفه بوده حالا شاید. که میشار کلگی میگفت صبح عید است. نمیفهمم. ما تا بالا قربانی نخریدیم هیچ. یعنی بخرین مال زیاد آمده در اینجا بیخیر. گاو هم هست؟ گاو هم هست، گوسفند هم هست. خودتان خریدیم؟ ما هم یک دانه گرفتیم. چی گرفتی؟ گوساله گرفتیم. چند گرفتی؟ حالا امسال قیمت است 80,000 شد. 80,000 الان بوده. میشه دیگه. آها. متوسط. خب نام چی است؟ محمد ناصر. محمد ناصر برات عید خوش و خندان میخوانیم. عیدت مبارک. بخیر باشید. سلامت باشید. خدا حافظ. بخیر باشید. یکی بریم سایل بکنیم که نرخ چند است. آخ چند است این گوسفندک ها؟ چند است؟ این باره 7,500. ای میداریم صاحب خیلی قیمتی است 7,500. نه وقت قیمت نیست کوکو. یک دوار برتون ناراض. این باره امسال است. چقدر گوشت میکنه این میگه؟ شاید اگه 25 کیلو بکنه دیگه. 25 کیلو ها؟ یا کلشون یک نرخ است؟ نه یا مختلف هر کدامش مثلا ایره چند میتین ایره؟ 12,500. بله. خب خیر ببینی بیادر زنده باشه. باز مردم میخره خریدار است؟ خوب است. حالا یک ذره اقتصاد مردم ضعیف است مشکل است. خدا زنده باشه بیادر. خدا حافظ. آخر شدیم بیادر میبینی که اونو گوسفنده که خورده 12,500 روپیه گفت. خیلی نرخ قیمت هستن. این گوسفندا چقدر مقبول است. او بچه یا چندی است چقدر مقبول گوسفندا داری با خدا؟ ها؟ امی 17,000. چقدر گوشت میکنه ای؟ یا چقدر گوشت میکنه امی؟ 35 کیلو میکنه ها؟ زنده باش. بیا. یکی بریم گوسفند خو یا چقدر مقبول است میبینی چقدر. خب ما گوساله میگیریم حالا برای ما نمیشه به خدا. دیگه خداوند یک عید خوش داشته باشه. زنده باشه. نرخ و نوا دیگه تقریبا در هر جای بری یک رقم است. در سمنگان هم ما دیدیم نرخ یعنی 14,000 و 15,000. او بچه چقدر مقبول رنگ کدیره تو به خدا. چند اموره؟ 13؟ والا خوب نرخ گفته چند؟ 11؟ چقدر گوشت میکنم این بیاد؟ 30 کیلو 30 کیلو گوشت خوبش است. خب ما تصمیم داریم گوساله بگیریم. گوساله پیش است؟ آه پیش میریم. تشکر. بریم سعی کنیم که گوساله نرخش چند است. یک ذره همین باره چطور است همین؟ خوبش است 50. چقدر قیمتی است این؟ 30,000 روپیه. 10,000 بگو. 10,000. حالا به نرخ است. حال صبح عید است نیست؟ نه صبح حال دشار کلگی میگفتن عید است صبح. نه امروز عرفه میبود عرفه نبود امروز پیشکت والا. ما گفتم حال صبح عید باشه خب ما قربانی نخریدیم تو ولی باید قربانی رو بخریم. گاو یا پیش است. ما والا باید گاو بگیریم گوساله میگیریم یگان دانه نمیشه. والا یک چند تا برادرای ما است که ما یک جای هستن از اون خاطر نمیشه. والا بفهم خب باید گوساله بگیریم تعداد زیاد است. 30,000 روپیه. گوساله باشه که 30,000 روپیه. والا گوساله واری هم از دیگه. خیلی گوشت میکنه. خب نام خدا چی داره پس یاد داره.
سعی کن نانم همه تو نان خورده رئیس کنی. یا نفر بکشه بهش. میره خودت نگاه کده یا نه؟ ایده خوش داشته باشین بیادر. ما هم تو پیش میریم که تا با گاو و گوساله برسیم. گوسفند که هست. گوسفندکا چندی است رفیق؟ اینی چه روی قلاغر است؟ اینه خب میموندی چاق میشد با میاردی دیگه. چند میه ای؟ 7000 ها؟ حالا نرخای قیمت از گوساله پیش است. دیگه هم پیش باید بریم. می قوام آمدیم که بخیر باشی بخیر باشی. گیما بیا بریم چکر در یوتیوب که بزنیم. بیا بریم چکر. بیا بریم چکر. ولی وطندارای ما میخواهند که باز ویدیو را ببینن. از او خاطر پرسان کرد که نام چینلتان چی است، ما هم برش گفتم. دیگه یا بیچاره باز ویدیو را خوششان میکسل کنن. سعی کن نام خدا گوسفند است. بیا خوبش است بیا کوکو. 18000 خوبش که تو گریخت چرا؟ ها؟ بازیا جور آمد هم داره 18000 یعنی در 15 14 هم میشه. ادراس که کوکا هر کس نصرت کرده باشه او میگیره. نصیب خور میگیره آفرین. او نیست که اینجا باید میره خونیرن. خب حال سبا ایده است نیست؟ مجموعه کن. نگفت. در شهر میگفتن ایده است سبا. مجموعه. بخیر باشی بده بخیر باشی. نام خدا چی یک گوسفندی داری با خدا؟ چند است قیمتش؟ 17000. جور آمدش 15 میشه دیگه. یک گپ جور آمد است نه؟ و حالا ما گوساله میگرفتیم اگه نه خوشم آمد میره میگرفتیم از پیش. زنده باشی. این هم 17000 قیمتش. گوسفند زیادتر مردم زیاد آورده از گاو کده. گاو بسیار در پیش است. تا در گاو میرسیم خیلی وقت ما را میگیره. نه شروع یعنی ما یک دو دانه گوساله میگیریم که مچو میان نرخایش چند است. پیش بریم صاحبش نیست سعی کنیم که نرخ از یاد چند است. ما یک دو دانه گوساله کار داریم حالا. گوساله اینه یک شیرینی است. چند میه یا؟ چند میه یا چند سال است؟ اینی که از 2 سال پورا کرده منم دندان نکنده این نمیشه. نمیشه؟ نه. اون دیگه در قربانی برابر است. او دیگه چی؟ خدا میشه ما میرفتم سال پورا کرده دندان نکشیده ها؟ اون نمیشه. بازی قیمتی همی چند است؟ خدا اون 90 است. حالا قیمت از اوری ما نمیکشه قیمت. ما آدم خانه های 40-50 هزار گوساله کار داریم. چند رفیق؟ یک لک و 5,000 باید که مالی که قربانی میکنی از 2 سال زیاد باشه هم دندانش هم میگن پورا کرده باشه اینی گوساله وطن دار مانده نباشی چه کدی همی گوساله؟ 52,000 جرومت داره؟ این با قربانی خود میشه سال پورا کرده والا بطاف خواه خود نگاه کرده خودت نگاه کرده
یک دانه داری؟ یک دانه. در کجا؟ بگیم دو دانه در ما بده. جور آمد بکو کدیم که ما دیگه سرگردان نشیم. او از این کلان است. نه. آوردیش چندی او چند میه ای چند میه؟ او هم آخر گپ دو 70,000. نه او نمیشه. او اگر کلان است. اندوالی را سودا کردیم. اگر اندوالی را 53,000 سودا. 53,000 سودا کردیم. این آخرش چه قیمتی برای من؟ کم نمیتیز. 47 تومن. 47 نمیتیز. اگر ما 45 بای کنیم چی؟ نه مشکل نیست. 45 هم زیاد نفر بای کنیم. 45, 46, 47. اینو خبر آمدن. خب. شما بخرین هم مشکل نیست اگر نخرین. نه میخرم. من میخرم. امیر برای ما امیر جورامت بکو. امیر سودا کنم یک چیز زمان بمونه. یه مقیمت نگاه کردیم. خب برو 47 نه 47 دما بده. برو نگم خریدم خلاص است باز پیش میمونه. میگن سبا دم اشار ما بودم باور کنم میگن سبا ان شاء الله روز خوبی است برای مال. بله. مگر امیر من دلم بود 52 گذاشتم دیدم که مردم ها که تقاضاش بلند نیست. مردم نمیاد. مردم ضعیف است. برو خیلی 50 شود. یک 2000 دما میخوان رو 50,000. راست میگم. برو امیر در 47 بده به ما. سودای شام خب برو یک دسته بده 48 ایدت مبارک شد نه دیگه نه 48 همی از ما شد فهمیدی امیر مگم یک مشکل است که باش که ما زنگ بزنم که بچه را بگیم پیسه را کتیش گفته بره دیگه یا کتی ما اینجا در چهارراه شم هستیم تا اوجا اگر کدام موتر از وار میکنی در دان خانه ما پیسه بخشی فهمیدی؟ دیگه بله؟ بیا خیلی میره در یک زرنگ کار میکنیم بیادر ما را خوشم آمد اما تو خوشم تی بشید دیگه ضرور نیست که آدم هر جای بره و یعنی می خوب بطاب معلوم میشه گوشت هم یک نفر بخوره ثواب میبره انجارا خورده بسیار خوب نگاه شده خوب گوشتش پر است نام چی هستن؟ نام حبیب الله صفی الله خوشحال شدیم بیادر دیگه یعنی می برای ثواب است دیگه نمیفهمی کس در شکم برای شکم نمیخره این بیادر میره قربانی بکنیم ثواب میشه برای شما هم ثوابش میرسه یک ذره مراتی ما را که میکنیم ثوابش شما میشه حالا دل ما بودم چلمون بودیم حال شما بیا دیگه ایره خیلی یک چیز بالا بکو برای ما که میره گرفته بریم ایشه کلا خودت هم قربانی گرفته حتما دیگه کلان شریک میکنیم خب خدا شریک میکنی خوب کارش میکنی اور زرنج ای کجا کنیم همیشه زرنج زیاد او پیشتر بریم پس بیا یعنی می گوساله برای خوشم اومد واقعا دیدم خوشم اومد همین خوشم اومد گفتم بیا که دیگه بالاش سعی که بیچاره رو بالا میکنن سوار با سختی بالا میشه شیرت بالا شد اینه دیگه گوساله رو خریدیم بخیر برنامه ما همیشه به پایان میرسه دیگه با صبا ما شما را در برنامه ایدی همراهی میکنیم تشکر یک جان